انتون مادر گوشم به شما. پسرم هیچگاه به عزتی نفسی یک دختری بگانه مرس و حرفای ناجانیست در حقش به دیگران مگو. خوب شد است مادر. باز چی گپ شد؟ دیروز شنیدی مگر گریه های همسایه زن رو؟ ها وقتا دیروز با شما صحبت میکردم اوه فیغان میکرد و کسی را دعای بد میداد. انیختش را گپ زن مادر. چی گپ شد باز؟ کدامی از جوانانی محله با خواستگارهای دخترش هر گونه حرفای ناجا زده است. آخر مادر جان در اصل این راست. او همسایه دختر با رفتارهای ناجایش آبروی تمام جوانمردان محله را پست میزند. پسرم ما اگر ستار بودنی الله را فراموش کردی؟ من در خردیت نگفته بودم هرچی رو شنیدی و دیدی ستر کن. خوب شد است مادر جان. حق جانبی شماست. كل عالم السجون كل ما فيه